با سلام خدمت مردم شریف و بزرگ ایران. اومدیم با تحلیل هفتگی تحلیل 18/5/404. میگی چرا این نقشه رو آوردی؟ الان بهتون میگم. ببینید این نقشه ایران عزیز ماست، اینم آسیاست. متاسفانه کریدور زنگزور اجرا شد. میپرسید کریدور زنگزور چیه؟ الان بهتون میگم. ببینید تمام این کشورها، مغولستان خب هیچ، ازبکستان و ترکمنستان و همه، چین و تاجیکستان و هند و پاکستان، حالا افغانستان بنده خدا که هیچی نداره. ببینید اینجا به بعد اروپاست. اگه بخوام برن به اروپا خب باید اینجا برن که دوره، نمیصرفه، برف سرده، میان ایران میرن. حالا این آقای خردوغان و آقای خانوم الهام علیف اومدن یه زنگ تو کریدوری زدن که از دریای کاسپیان رد میشه و میره و خب دیگه ایران داره از معادلات جهانی حذف میشه. میگی چرا این نشون دادی؟ وظیفه ایرانی بودن همه که نشون بدم چه بلایی داره سر مملکت میاد. من اینو دارم تاریخ 18/5/404 میگم. 2 سال دیگه صدا و سیما میاد اینو به تو میگه. در نظر داشته باشید لطفا حتما اینو. میگید پیامدش چیه؟ هیچی دیگه داداش. اگه واقعا تا کلاس سوم هم درس خونده باشی باید پیامدش رو بفهمی. به زور داره لود میشه، به زور. من 2 بار تحلیل کردم، میکروفونم قطع بود 2 بار، ولی خب به خاطر شما عزیزای دلم من 100 بارم این کار رو انجام میدم. 1-2 نفر اومده بودن توی کامنت ها هم نوشته بودن داری واسه درآمدزایی دروغ میگی. بچه‌ها من دروغ نمیگم. این تحلیلایی که من میگم ویدیوش هست هفته قبل، برید با این هفته مقایسه کنید به صورت کلی. خب یه چیزی، این بازار حرکت کرده و یکم هم مریضم اگه میبینید سرحال نیستم و خب اینجا شروع کرده به بالا رفتن. میگی چرا اینا کشیدی؟ الان بهتون میگم. اینجا بازار هفته قبل یه کندل پینبار بسته و اینجا هم کندل تایید رو بسته، ولی خب یه چیزی اینجا یه ببخشید بچه ها، اینجا یه مقاومت خیلی مهم داریم. ببینید کندل تایید رو بسته، یعنی میخواد اگه مقاومت رو شکوند، میگید تا کجا میخواد بره. اگر مقاومت رو شکوند تا اینجا میاد تقریبا. اینجا کجا میفته؟ اینجا. من اینو از کی به تو گفتم؟ اگه بیاد پایین چی؟ اگه هم خب بیاد پایین خب معلومه تا اینجا. کجا میفته؟ وسط. اینا دیگه تحلیل اگه خفن‌تر میخوای قاعدتا دیگه بعید میدونم گیر بیاد. خب حالا بریم سراغ کارمون. سقف هفتگی، کف هفتگی، تایم فریم 4 ساعت. به تو گفتم یه سطح خیلی مهم داریم اینجا. خب بچه ها ببینید، من خط روندا رو کات میکنم و میکشم که زیاد اذیت نشید. خب اینم خط روندایی که کشیدم. اینم مقاومت میبینید دیگه، برخورداش خودتون، و یه مقاومت خیلی 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 مهمه. خب اینجا رسیده به این خط. ببینید اگه بیاد یه کندل قوی بسته، قرمز قوی، و کندل سبز هم پوشانیش کرده. این خیلی مهمه. یعنی بازار، من هفته قبل گفتم اینجا تایم خبری بود که من لیکوید شدم. اینجا کندل و بس، گفتم بچه ها بازار میره توی رنج، رفت اصلاحش زد روی خط. دیدید حرفمو؟ بازار دقیقا تا اینجا توی رنج بود. چند روز کندل 4 ساعت است. 1 2 3 4 5 6 4 تا بعد 24 ساعت بازار رفت توی رنج تا 1-2 روز پیش از رنج در اومد. همش توی رنج بود یه هفته.
خب حالا یه هفته آقا چه کار کنیم؟ ببینید بچه‌ها میریم توی تایم فریم 30 دقیقه. دقیق به تو بگم، ببینید الان میبینید کندلایی که میگه به این سقف میرسه، بازار باز شد بگیریمش. الان به تو میگم اگه پول بک زد و برگشت 140 پیپه به نظر من بگیریمش. چیزمون تا استاپ کجا باشه؟ استاپ هم همینجا 33.88 فکر کنم، چشم دقیق حالا نمیدونم. و آقا اومدیم اینجا رو شکست. اگه اینجا رو شکست، اگه کندل قوی بست پول بک زد تا خود اینجا میگیریم بدون کوچکترین شک 230 پیپ. ببین وقتی میگم بدون کوچکترین شک میره ها، بعد این خود دیگه وا ویلا دیگه بعد این خب اگه بره خب دیگه طلا دیگه میره بالا یک کله. من اونو ببینید اگه بگم اینجا وارد چید کندل تایید قوی بذارید تا اینجا ببنده، یعنی تقریبا مثلا 90 پیپ بذاریم بره بالا 100 پیپ، بعد پول بکشو بزنه به اینجا، بعد دیگه کم بگم دیگه طلا خانم راحت بدون کوچکترین خشم نزدیک 200 خورده پیپ میره بالا. ولی من بچه ها کندل قوی بسته احتمال داره بره. من حقیقتش اینجا واسم جذاب نیست. چرا؟ چون سطحی نداریم اینجا سطح خود به خود درست میشه. من میگم تا اینجا بیاد، تا اینجا میاد، تا اینجا ها اومدن میاد. میدونید مشکل چیه؟ مشکل اینجا میاد یه دفعه اینجا یه سطحی درست میکنه، پول بک میزنه، بعد میرسه به اینجا. خود دیگه من میگم اینجا مراقبت کنید بچه، برای من جذاب نیست. خب تایم فریم 30 دقیقه گلد هستیم. خب اگر ریخت، خب گفتم اومد پول بک زد، من پراس اکشن کار میکنم. به تو گفتم اینجا 150 پیپ. استاپ کجا باشه؟ استاپمونم دیگه دقیقا باید اینجا باشه 70 پیپ. میارزه؟ من میگم اونایی که مثل من سرمایه‌شون کمه نه، چون اگه استاپ 70 پی پی رو بخورن انا و انا علی راجعون، تمام دیگه. من خودم الان سرمایه هم زیر $100 دیگه به فاک میرم، ولی من میگم طلا احتمالاً که به این سقف که میخوره حتما. حالا اگه برگشت، ولی اگه برگشت اینجا برای من جذابه. چند پیپ؟ تقریبا همون 150 پیپ. استاپ کجا باشه؟ استاپ من میگم اینجا باشه. استاپ چند پیپه؟ استاپ 70 پیپه. میگی با این برابر شد، ولی اینجا جاش امتر برات جذابه. اینجا ببینید اینجایی که میگم جذاب نیست بچه حقیقتش من سرمایه‌ام کمه نمیام معامله پر ریسک بکنم. اگه سرمایه داری من میگم اینجا رو بگیر، اگه مثل من سرمایه‌ات کمه آقا نگیر. آقا بشین آقا، من دیگه آقا یک سال خورده دارم چوب توی بازار میره تو آستینم. آقا نوبم قبول دارم که ولی خود دیگه آقا یک سال تو بری نگاه دست مکانیکی هم کنی دیگه بلدی نیست که صفحه‌ای رو عوض کنی. درسته یا نه؟ آقا اینجا رو من میگم بگیر، میاد پایین، باز کندل تایید بازم اینجا رو میگیریم قطعاً. اگه رفت بالا بازم اینجا ها ببینید خیلی خوشگل. ببینید اینا همه احتمال. من میگم طلا خانوم توی این محدوده میچرخه. 1-2 هفته آینده ممکنه یه هفته با کله بره اینجا یه سطح خیلی خیلی مهم مثل این درست کنه و با کله بیاد پایین، ولی میچرخه توی محدوده. باید بره توی رنج فشور. ببینید الانم فشرده شده، خدایی دارم میگم درسته مثلا ما تونستیم سلوبایی بگیریم، ولی سلوبای 70-100 پی پی، سلوبایی مثلا میبینید 200 پی پی یه دفعه میره بالا. خب ببینید من دیگه بیشتر این پیشروی نمیخوام سرتو در بیاد. و خب ببین همین هم کافیه دیگه. 160 150 خب اصلا بگو 300 100 200 خب نزدیک 1000 پیپ گفتم. همه اینا رو که نمیتونین، خودم قطعا 1-2 تاشون رو میگیرم، ولی
یکی دو تا اینا رو خیلی سکسی بگیرید. مطمئنم که این برخوردهایی که گفتم اتفاق میافته. نمونه مثالش توی تایم فریم 5 دقیقه همینجا پول بکشو زده رفته. به همین خاطر میگم جذاب نیست. اگه برگشت کندل تایید رو بست، بای رو میگیری. حالا میگی چرا داد میزنی، بی‌احترامی نباشه، چون که اینجا هم یه بار کندل تایید بست. قاعدتا دیگه باید کندل اول دوم بازار توی تایم نیویورک ممکنه توی تایم دیگه بره تو رنج، ولی نیویورک دیگه حتی قبل نیویورک هم خودش رو میرسونه به اینجا و دیگه اینجا احتمالاً نصف شب ایران میفته و ما خوابیم و اینجا ممکنه روز ایران میفته که تریدرها خراب میکنن. چرا من اینجا وارد میشم؟ چون که ساعت مهمی ندارم. آره دیگه، امیدوارم که سر تو درد نیومده باشه. اگر که خوشتون اومد ممنون میشم از من. فقط سابسکرایب هم کنید، همین دیگه. نه لایک میخوام نه کامنت. خداحافظ.